پیامبر صلی الله علیه وسلم دعا کردن اون آدمی که وقتی قرض برمیگردوند زیادتر کرده میدهد. رحم الله امرأ سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى سمحا اذا قضى سمحا اذا اقتضى. سمحا اذا قضى، وقتی که قرضش صاف میکند زیادکی میدهد. سمحا اذا اقتضى، بخشش میکنه در وقتی قرض گرفته. $1000 قرض داده بودید، وقتی گرفته 900 بس صدش به خوب و گدگاهی دیگر خوب است. یعنی لیکن اشاره باشد که ما در وقتی قرض گرفتن گوید که از ما مثلا ضرر نمیبینی، قرض که دادی خرسند میشی، خیلی نمیاکا کند، اشاره ها کند که زیاد کرده میتید، ممکنه ریبا میشد. بدون یگان شرطنامه زیادکی کند خوب است. این سنتی پیامبر است صلی الله علیه وسلم. وقتی 40 درهم به خریدن شطوری جابیره، بعد پول نقد ندادن، یعنی قرضدار شدن پیامبر صلی الله علیه وسلم. پول وقتی سودا ندادن، بعد دادن قرض کو. بعد گفتن که بلال کثیر بود، 40 درهم تیو زیادتی چی دیدی گفت. اینش به حواله به کثیر کردن، یعنی به همتی کثیر خدا زیاد کرده تیفت.